امروز قرار 24 ساعت مثل سوی سولو زندگی کنم، ولی چون نمیدونم چجوری زندگی میکنه باید بهش پیام بدم تا ببینم روتین زندگیش چیه. یکی برسه به دادم دیلمو به یکی دادم از موقعی رازی داره مشینی نمین یه باره مثل جواب من نمیده، پس باید پلن بی رو اجرا کنیم. حالا پلن بی چی هستن؟ من باید بشینم کل ویدیوهای سهیل رو نگاه کنم تا بفهمم یه روزشو چجوری میگذرونه. پس باید ویدیوهای سهیل رو نگاه کنم، مگه نه؟ بچه‌ها دارم ویدیوی سهیل رو نگاه میکنم اگه متوجه شده باشید. و این نه فقط 1000 تا قرار ویدیوی سهیل رو نگاه کنم تا بفهمم اصلا چی کار داره میکنه تو روز معمولیش، ولی معلوم نیست تو این ولاگا ولی باید بچه من کامل ویدیوی سهیل رو نگاه کردم و چند تا چیز ازش متوجه شدم. سهیل کلا بیرون از خونه است و برای خواب میاد فقط تو خونه. فست فود کامل میخوره، چیپس اینا میخوره، کلا هم بیرونه با رفیقاش. بچه از شانس خیلی خوبه من، هم چیپس هست هم اسمیسی. بابا بنازم، بابا سلامتی مادرم که منو زایید، سلامتی پدرم که مادرمو. به به برای نهار باید بریم بیرون غذا بخوریم مثل سهیل که کلا تو خیابونا غذا میخوره. عشقی سهیل، عشق. آقا یه ساندویچ سفارش دادم بیاد، بیرون رو بیاریم تو خونه، نبریم ما بیرون، از ماتریکس خالص شید. بعد بچه به خاطر اینکه سهیل خیلی تند میخوره، این چه دست اینجوری تند میخوره، قراره تا ناموس تندش کنیم، چون بیشتر ویدیوش با تنده، تالش تندیه، کلا تندش میکنیم وقتی اومد، یعنی سس موسا رو میریزیم تند که شد. من خیلی خستم واقعا. و بچه امروز یه برنامه ریختیم بریم بیرون مثل سهیل یه کلن بیرونی. به عشق خود دارم ویدیو رو میگیرم ناموسم. بچه اومد بداخل شرط میبندم سهیل بعد اینکه نهار میخوره میره خونه میخوابه. خدایی سهیل مردمه این کار میکنه یا نه؟ من متوجه شدم بچه، حس شیشم میگه. کاش که سهیل یه ویدیو درست میکرد یک روز با من همه چیز رو میفهمیدم. وای بچه غذا اومد. این سس تنده خیلی رو مخه واقعا، ولی خوشمزه است. من برم بخورم دیگه، دلتون نخواد ببخشید. آقا من خوردم غذا رو. سوی دمت گرم تو باز شد. الان یه ذره بگیریم بخوریم. تخت بچه اومده پایین، اینجا بالاست اینجا پایین، یه جوری خیلی عجیب غریبی شده. و اینکه بخوابیم و بعدش بعد بریم یه جای خیلی خفن که سورپرایز ویدیو، پس بمونید دیگه. خب آقا تو بیشتر ویدیوهای سهیل دیدید که کلا چالش انجام میده یا میره شهربازی. به خاطر همین موضوع الان میخوام بریم شهربازی به عشق خودت عمو سهیل. آقا اومد جدی خیلی خوشگله اینجا. روز پیش اومدم اینجا بچه می‌خواستم این بازی کنم، بعد همین اومدیم بسته شد. قدیما تا یک باز دودن، الان 10 میبندن. الان بریم دشتی شدتون نشون بدم. اول از همه دشتی، بعدش خوشین بدم. مثلا خیلی خوشگله. بذار دوباره نشون بدم. یارو نگاه دهن سرویس چقدر خوبه. بریم دیگه دشتی. بدیش کنم مثلا بریم بازی. سره میخوایم سرش مثلا میخوایم بریم مثلا اونوری. آقا دیگه نفتیم یا نگاه یا هیدر کرده چون نمیره این بابا، نمیره چرا؟ الان میخوام داره خفه شید، میخوام بریم به سوار شم. رفیقمون از ما فیلم میگیره میترسه نمیره، ولی فیلم میگیره ببینید شما. نمیتونم اونجا فیلم بگیرم نمیذاره، ولی میگیره رفیقمون نشون میده. سویل باز عشق. خدا وکیلی دیدید که اصلا پوکر فیس بودن. من چی بود خدا وکیلی. الان میریم بچه بازه یو دوباره رفیق من نتونست از من فیلم دیگه، اما خدا اینا برای من ترس نره عمو سهیل.
آقا رفتیم و تموم شد و الان داریم میریم خونه، چون که دیگه بلیت نمیدن، 1 2 دور همش تمام میشه، 3 بعد بریم چالش هایی که سویل انجام میده رو بعضیش انجام میدیم، 4 همین دیگه. از یه عوض بچه میریم کافه، اشگاه نشتی هاچ سویل. واقعا الان من نمیدونم واقعا اینجوری زندگی میکنی یا نه، ولی اگه اینجوری زندگی میکنی خدا رو شکر مردونه و قرآن هیچی نمیدونم. ولی بچه میریم الان کافه، بعدش میریم چالش انجام میدیم، اشکال زیاد بچه. بعد تا اونجا بخوام بریم پیاده باید بریم دهنمونم، شاید سگ اینجا خیلی نمیم صدا مثلا بیاد، سگ اینجا خیلی زیاده امیدوارم نمیسیم تو آقا. اینجا جاده سلامت 9 شب فکر کنم ساعت چند داره؟ دقیقا 10 شب. هیچ آدمی اینجا نیست، نمیم اصلا من خدا وکیل خدا وکیل هیچکی نیست، هیچ اینجاست، یعنی هیچکی نیست. شبا بیاید ورزش کنید. بازم دم عمو سهیل گرم بابت پوزش. من نمیدونم واقعا اگه نکرتم خدایی نمیدونم سهیل سلطان اینجوری زندگی میکنه یا نه. خب ولی از ویدیوهاش میشه فهمید اشغالگره دیگه. من اشتیمانی که نمیتونیم چجوری زندگی کنیم، اما داریم اشغال میکنیم. صفا سیتی چه اومدیم کافه چیپس بخوریم. کافه نیست، قهوه خونه است، فقط هم چیپس میخوریم، هیچ چیز دیگه نمیخوریم. چون 2% هم پیش دایی رضاییم. همون سویل عشقی بعدم میرسم. 12:30 شب همین الان رسیدیم و الان میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم. تخت من در اومده بود بد شدیه، درسته آوردم خوشخواب اینجا میخوام بخوام. بس آقا بذار برق خاموش کنم و دیگه تمام. شبتون بخیر، فردا باشید مدرسه و یه اشکالای دیگه. دمت گرم بازم سوال. انگار فلای 1 روز با من نمیدونم چرا به اسم تو شماست خدا وکیلی، ولی نه جدی کار سوال انجام میدیم. فعلا شب بخیر. سلام، صبحتون بخیر. داریم این مدرسه خدایی بریم مدرسه بچه. لباس فرمم ندارم، 3مین هفته‌ای که داریم میریم ولی هنوز لباس فرم نگرفتم و فکر کنم این دفعه دیگه دعوا بشه، چون 2 هفته سم هم میگم بپوش. هفته اول راحت بودیم اصلا گیر نمیدادن، 2 هفته آخر گیر میدادن. این هفتم فکرم قرار ما رو سرویس کنم، ولی بریم بچه ما که گنگیم نشتیم قوی. بچه اینجا اخراج شدم از کلاس به خاطر اینکه وسایل نقشه کشی نیاورده بودم و 3 نفر بودیم. نمیتونم حرف بزنم، دارم نگاه میکنن الان میگن کله. ولی گرفته شده. البته ما که عادت داریم بیرون اومدم، ولی میخواستم بخوابم به خاطر این حالم خرابه و 1% دارم اینجوری. الان من اینجا با کیفم اومدم بیرون، این درم که اینجاست. فرمم بعد برم امروز دیگه بگم 3 هفته 4 هفته شده تقریبا ندارم. سویل جون عشقم. میگم چرا اسم سویل تو این ویدیو واسم آورده، اصلا شبیه زندگی سویل شاید نیست. من شرمنده همون سویل اگه. فعلا پس اینجا این تا زنگ بعد ورزش شم تونستم فیلم میگیرم اگه 1% بمونه و دیگه. پس بچه من برم الان خاموش میشه اینجا تو زنگ بخور و یه ذره ورزش کنیم، براتون فیلم میگیرم اگه بمونه شارژ. من اینکه بیرونم چون اون 3 نفر اخراج شدیم. اون 2 نفر زنگ زدن خانواده‌شون براشون وسیله آوردن، من زنگ زدم به گوشه خودم که پیش خودم بود و تو هواپیمام بود اوکی بود دیگه. فعلا بچه اینجا داشتم با آهنگ من هوس باز نبودم نامردی از دنیا دیدم گوش میکردم. اینجام دستشویی آقا، خیلی واقعا نسبت به مدرسه قبلیم یه ذره تر تمیزتره یه کوچولو، ولی باز خوبه دیگه. بالاخره ما اومدیم اینجا اتراق کردیم یه نیم ساعت 40 دقیقه، نمیدونم چرا اینجا کارا رو دارم میکنم. اینجا ما دارم نه بعدش واقعا سیس گرفتن خدا وکیلی، ولی خوابم میومد خدا وکیلی. میخواستم دشتی بخوابم نشد، ولی
نمیدونم اینجا بچه بعد دستشو میدن دستشون میشستن و همین دیگه داریم میریم پایین. بچه اینجا گوشیم خاموش شد.